یکی از خنده‌دارترین مرگ‌ها مرگ آقای جک دنیلز، مالک کمپانی ویسکی سازی بود. جک دنیلز اهل تنسی آمریکا بود و اون حافظه خوبی هم نداشت. یک روز که می‌خواست چند تا سند از داخل گاف صندوق شرکت در بیاره، چندین بار رمز اونو اشتباه وارد میکنه و از شدت عصبانیت و ناامیدی با لگد ضربه محکمی به گاف صندوق میزنه و انگشت شست پاش از آسیب شدید عفونت میکنه و به خاطر نارسایی خون در رگ‌هاش پزشکا مجبور میشن در اون زمان پاشو قطع کنن. با این وجود عفونت در کل بدنش پیشرفت کرد و باعث مرگش شد. اون در سال 1911 در سن 61 سالگی از دنیا رفت و چون ازدواج نکرده بود و فرزندی هم نداشت، همه اموالش به خواهرزادش رسید و هنوز هم یک ویسکی با اسم جک دنیلز به نام اون تولید میشه که جزو پرفروش‌ترین ویسکی ها در آمریکاست. یکی از خنده‌دارترین مرگ‌ها مرگ آقای جک دنیلز، مالک کمپانی ویسکی سازی بود.